بازی کنم دلچینی باور کنه بازی که بخون دلچینی مادر تو به سرا شما نه با میان در سرا شما وطن عشق من عشق تو وطن در راحت جان بسار سلام اشتنا باز جانجور خیریت یارستی جانجوره اشتنم مادر تو سلامت باشین زنده باشین عباس ما به چی خوردی با ما خدا داده نیره و یکی بده چی بودم؟ نیره و یکی چی خود خدا ها دیشب مبارک باشه دیشب چی شده؟ دیشب خدا داده محل بیامدن گفتن که مادر گفتن اسم میفهمی چیه؟ خب اسم تو در اول باشه گفتن اسم خوبی عباس چرا اسم رو بخشتی؟ نه اسم تو نیه یعنی اسم بچی مام عباس یعنی همرنگ اسم تو نه حال چی میدن سر میدن؟ حالی بیامدن گفتم که قوما ما بیامدن نیره و یک دادم تو هم نیره و یک بده خب کار با تو مونده که جلویشو به درس را بری چله؟ اولا که زنکا میرم با خونه میرم تبریکی میرم هرچی خدا وقتشته باشم میگذارم خب تو از همون جلوتا بیامدم درس را نه سیکو تو نه برو ماما اوبر برو ماما چی اینجا سی میکنی برو ماما قرار یلا کن ماما سیکو عباس من گفتم که تو چیزه گفتم تو نیره و یک بده خب خب رونوک به من مونده که من بودم با تو یا مادر من اینا بدم خب مادر تو این کار زنکایه مادر تو دیرو تالی کار نماده مردکای خب میآید دیگه کی میاد نه مگه تو بیای درس بیا سلام بیا به خاطر چی مکه رونوک بدی خب خاطر که من میرم بزو شیر خوش بخورم شیر چیشک بخورم یا علی دیلا میه دست تو برو جوان سر نامردی نکن صبر کن اینجا دیگه میاری دیگه میاره میره با فقرا که دیگه خرج میکنی یا چیز میزنی اینجا دیگه کاری کن خاطر ما نمیدونم پادر دومی این هم ملوکات ما اینا آشغاله چه؟ چرا عقل فقط دست اینا آشغاله خوشحال میانی اینا میته برو بفهمیدی بام دم آشغالی بندا بیا تو نوکم برو برو سیکو تو بیا زنکا جلوی شده بیا ماده این کار زنکای بیا جلوی شده بیا درس را که پول بده دل دارم دل دیوانه دارم جا به نرنجی گلیم رخسار نرنجی آبا بیا بده گیلا تا خرابه میره باید کنی بگی من چندیه؟ داری به چندیه؟ داری به نیره باید گردن من مادر گفتم ترک خدا داده زنکه که بیرفته 4 پخشاب شیرینی آورده یک دیگه 5 سدی آورده یک دیگه چیزی آورده گیلک جو مرغه تو خیلی سردین داری این بگیره باشد مولم بیا به سراش و هم خدا چی میزی بگذاره توی چیزی بفهمیدی؟ کوی داری پکو از اشغالی هایه این دایی عجمه با تو دیگه نیره و یک چی؟ خوشای مولم بیا به خونش و تبریکی بیای دیگه یک چیزی بگم دیگه نمیشی؟ نه بگو این سلیلار تو به بیعقلی کتا کردی برو گیرک سردین ندارم برو من به تو دادم دایی برو با مولم بیا خدا از چیز میزی پولی میده لا سلام علیکم گیلک رشتاری خیلیات بخیر خیلیات جان شور جرم سایه نوش جان نمایم من نوش جان نمایم کجا بودی عزیبا؟ من بیا آمدم ماست مامال بیام به در سرا شما من گفتم باشه برم سلام سایه این پشت پنجره ما انا من خدا با من بچه داده من نیره و یک مایم نیره و یک خدا به تو بچه داده دیشب همال هم دیشب نیه الان میفهمی چی میگه
خب چی میگه؟ بفهمی چی میگه؟ به من میگه دیشب به تو خدا بچه داده باز همال به گپ آمده. نه امی تا که من میگم که نمیگم ما مادر که میگیم اسمی عباس گذاشتیم میگیم عباس او میگه که من میفهمم خوشنام باشه. ها خوشنام باشه. ها همین روبینک که تو میگی روبینک نمیگم روبینک میگم. روبینک. ها این کار بس نه زنکای این به در سرا مگر نری زنکا میایم به دیدنی میایم به زور روبینک هم میدن یکی به زور درشی میاره یکی به زور رباس میاره یکی هم به زور گول میده من به تو خوب گفتم بازم برو مادر میایه به خونه شما میایه اونا هنوز خبر ندارم ولی که ما به خونه رفتم به زور میگم بفهمیدی میگم که خدا به گیلک بچه داده عباس نام کردن خب اختلاف خود چی؟ ما چی بدیم دیگه مادر ما که بیای میده با مادر است مادر خاطر خود هم پول میدم که بیا بفهمیدی چی گفتم دایی هم میگه نه واسه عباس بدا بریم چاشت خود ما چی داری؟ به میه دیگه چی داره ما دیگه آدم غریب چی داره بیچاره خب گپ نیه میریم میمون ما میشیم بریم بیا بیا چی بگم؟ من گفتم البته یک ساده از ما ساده تری هم بوده چه کارم خیریاته؟ همین گیله همین همسای ما که هسته از زبون بریدی خب بزو گفتم چاش بیا بریم خودی ما گفت چی داریم گفتم به میه با دنبال حرکت کرد برا زدن بیا ما دیگه بازی گپا از این تسه میگه خدا ما بچی داده خودی ما گپ میزنه ما گفتم اول یک کم ساده از ما ساده تری هم بوده ها کامین انتیار کنم برو ها خیلی بیانه بگیم کسی در کنه یه جا خوبه برو باز یه حکی دیگه سگو با من پولم ری کنی پول چی؟ رو بینک برای بچه ما پولم ری کنی ساعتیه بیچاره هر بیاد کمی کاسه کمی دازم برای بگو خوبه جا کنه برو برای گیله جو خوبه برای تو نونم بیا اردم بخشش باشه که ما سفره یکی داریم دیگه خوبه تپینیه شما خود ما بخورین سر نمیشون بخور تو بیغم بخور از ما نون تیاره هست بخور اینم دو گه خیر بینیم برای نون بخورین شما باشه شیشته همه اینجا بیشتر اینه من نون میخورم من تو بیری میشم خوب خوبه و اگه چیز میزی بستی اوه چیزی بستی صدا کو اگه نیرویک هم دشتیم بیاد انگه پینیه چی بیارم؟ نیرویک با گفتم باز مادر میاد ماما نیلیلا بله گیله جو اشتنی کشی جان کجا بیدی؟ بیا آمده به کوچه بودم که من کار داشتم کمی تو بیا نون بخوره نوشی جان بخور تو دل جان هر چی کم بود بگو که بیا بیا تو گفتم چیزه بیا میمون ما شد امرو میمون ماشی بگرم گفتم نباید گفتم نبگرم بری دغمایم لقمه باش گیله جو دیگه چی میگی برای من بخور نوشی جان تو راحت بخور
چکاره؟ خیلی تنده بمیاشو. قهوه نداره خوب چیزا خوشمزه میده دستا خونم بشو. بگو گنده جو. یار ما گفته تو دوستی نونه و یا. نونه و یا. خوب. همین نونی که برا را به طور چشم بدادیم به جمع نونه و یا قبول کن. برو خیلی. او خوب. اونو. دو خودی دیگه تو نقدر نبود. خیلی بمیاشو مهم تا فلفل کتیم خیال بمی کدام. تامی که خود را. برو گله جو برو خدا حافظ. خوشه بگو. پول ندادم پیاتو. نه دیگه همین نونی که خیلی به جمع نونه و یا برو. ماما نیلولا. ماما نیلولا. بابا. ماما نیلولا. بابا. دارم مرگه. چای کنه میخوری دیگه گیلم جو. نه. اشته بود اگه خوب بوده بود. خیلی تنده. آنه دیگه میخوری. بیلا شما چه از فلفل میخوره؟ فلفل بابا گرمی فایده داره. نخوره این قد تازه بجرگیده. سکو. ازار فلفل بودم خوره. میخوان بگی که گویی به من روبینک بدی. خوب. آنه نون چهار تا کبود این روبینک شد. نونه و یا. بابا مادر ما که بیای بابا تو روبینک میاره بابا چه تو به. نونه و اوقا یا. کم 2 پیاله شد. کیاره دیگه امروز. برو طلب نده. نه خلاص برو چه خیلی. شدی؟ سربو شدم خیلی تنده. اوکی ای واسه آن اگه میخوری. نه. خوش آمدی. خداحافظ. خوش آمدی. برو در بسته کن. بابا. وای 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 وای. بابا گیلار. رمضان. بیا دفعه. تو بیا دفعه. خیلی نامردی. چرا خدا نکنه. خیلی نامردی. چی گپه؟ خبر نداری دیگه نمیگه مبارک باشه تفریق باشه. چی تفریق باشه؟ کی؟ البته پولدار شدی. نه. پس چی گپه؟ من به چی خوردی دارم؟ از کی؟ دیشب. دیشب. تبریک خدا باشه، ما به تبریک چی باشه. خوردی داد دیشب اسمم عباس خودش ده. تبریک باشه. میفهمم ولی از من بیشتر میفهمه. او هرچی باشه او عقل کمال شاید از تو بیشتر باشه. بیشتر. تو نرفته باشه عقل کمال بیشتره. نه به بیبی برفته. او با بیبی تو گست با پروفسوره. خیلی خوشحال اومد. دیگه تبریک باشه گیلک. خوبه. همراه شیرینی ها رو. مادر من گفتم به خیر خوشی و 2 ساله که بشه ما میریم پاکت میریم میخریم بحث میکنم با بچه با بچه همسایه. شاید مادر تو گفته باشه که باشه خود برای در سرا شما میرم. مادر شما به سرای مادر منی هم نه. نوبیرک نوبیرک. چه؟ نوبیرک. نه. اینا که به بند قنداق اینجا بسته میکنن. پول نمیذارم اینجا. یعنی مثلا من انگار کنم من بچه خونم. الان سکوتو. مثلا این بند قنداقه. خب تو من انگار کنم من بچه خورده خونم. تو مثلا تو مادر خونی. تو یک پول بده. چه کار میکنی؟ چی؟ چه کار میکنی؟ تو بده. آنه ما. این سیدیه. خب. مثلا سکوتو. مثلا. تو مادر خونی. من مادر خونم. من بچه خورده خورم. بچه اینجا چیکار میشه؟ من مثلا بچه معنیته. من مثلا ایته. انگار که تو نوبیرک دادی. خوبه. باباش که میره. الان مثلا بفهمیدی گیرزه. الان مثلا محکم شد. محکم. الان من میرم. خوبه؟ بفهمیدی این سدی باشه اینجا. سدی باشه که ما ببرم. خوبه؟ برو سه همین رو بینک برو گیلک. از من برو. من میگم دیگه میرم. ما خود ما میآمدیم خوب شد خود تو بیا بدی. خوبه. خداحافظ. راستی من کوچی تو به سلا شما خب برم تو پول بدهی دیگه. من بگم البته در سر هم سایه هم میرم. نه اونجا نمیرم. نه من این به سلا خو میرم. بابا این کی بیده کیسه زنم کنه بیده کی وردش اینا ایدگور ایدگور شباب ایت رنگ تو کنده خیریات زندگی ما داره و در شد چرا چکار شده گیلا چکار شده چکاره طول گردن تو بند باشه ندیدی چی ندیدم بابا نوری بگ چی نوری بگ چی میگی گیلا مثل آدم همین بچه خوردی ما بچه خوردی دارم خدا با ما بچه خوردی داده او بچه تو دنیا ما مبارک باشه زنده بشی بچه خوردی خدا با ما داده خدا نیکو مبارک کنه خوبه انا چیزه نویرک دادم اینجا ای بند قنداق اینگار کمی بند قنداقیه خوب
یه بند قنداق نوبیده که رمضان اینجا سدی گذاشته رونوه یک رونوره خوب رونوره یک آه همین رونوره یک کی بدا؟ رمضان رمضان همسایه؟ ها خوب اما چون نمیفهم کن الان بر روز اول تو بچه را خونه بیرون کردی؟ نه من میتوارتم درس لانم که گفتم نداری یک سدی بدی ها گیلک جو حاله سدی را هم گم کردی ها؟ اگه میترفتی به ترا سدی بیفتی اون از منه خوبه مونه تری بود خوبه کل تاری کچه هاش والله تو سدی گم کرده بشی پیدا میشه بچه چی لگه بچه یک سدی پولی سدی ندیدی چی میفهمه؟ اونا میفهمه او مال مثل تو 10 تا عقل کمال داره کاله داری گیلک جو نوپره یک نیدی ندارم گیل هنکی سامه با پا شما نسل نامردیه هنکی سامه با پا لگه بیدار خیتیه تو خیتی مرتا که مسخره همه خودای خوب پول ندار قلف داریم قلف چی؟ قلف در سرا کپا موف خیلی داری می چه کار قلف می چه کار برو همین کسی خل قلف کن برو برات کار خوب غیر از گفت ایت گل طور به سر همو کار که میفهمی که میشناسی سدی مرا اگه بیفتی از تو حرومتر از سدی ما به تو حرومتر گوشت چی باشه مرغ مرده برو کار سدی مرا اگه بیفتی بیاری که ناجوانیه ناری اگه من بیافتم درس را تو میارم میدونم خیر بینی